خوب برادرو سلام علیکم. قرار داریم در صفانوا این اینجا مکتب بالنیسا صدیق همه چیز از داریم پیشش در دیم اتاج در این پنج خانگاه پنج اتاج در اینجا دیم اتاج ده خانگاه رفتیم پیرود این اینجا خانه با تمام صنعت همش نشون تو میتیم در دیم اتاج برادرو این لیفت نداره این برادرو نگاه کنید همه طرف خیلی همسایه در هر یک پادیست 4 تا کوارتیره این همینجا خشروهاک نازنین و قوتک همین کوارتیره برادرو چوتا نفروخته استیم که دیلتون میشه بخره سراسی من اشاینا دویر پویر محمد تینجا کشو برا سویتر اگیرون که اینه برادرو بالای کشو چکر اینه ها میتونیم بسم الله همینجا ببینید که من ویدیو رو نکشتم ده خونی این همینجا میتونیم یکم وانش توالتش ناو کرده کافی ای از نول ریمون کرده برادرو یه شما درست فهمید هم 1,400,000 میگه 1,500,000 میگه 300 میگه یعنی که دوستان همه طرفا شرایطش خوبن نگاه کن اینه برادر عزیز اینه کوخنیش هر کوخنیش میبریم میبینیم توالت درمادیم خونه نشون دادیم این ابای نیستن یا یک نمود یا چی کاتیش میگن اکال روست کرده ها دکوراتیو چی دکوراتیو کا کرده کروچی رنگای گوناگون کرده اینه قولین پلاس ملاس همه دختگی یعنی که شرایطش تنجن دوستان نتیجه پاتولوگ همش نتیجه پاتولوگ خونه با تمام صنعت ریمون کرده با تمام درو همش نوان اینه کوپا و کوپاچ همین تمیتیه تو اینه اکنوش همش چیان پلاستیکی یورم ناو ایماسکا آورده خلاصه که همه شرایطش تنجن دوستان عزیز بعدی لیپر میتونه بیه در همین خونه زندگی کنی بعدی لیپر میاد در همین خونه استراحت کنی خواهش میکنم بیایی برادرو خواهش میکنم بیایی چیکار کنی همین بخره کارتیر قرار داره در اسمالینسک اولست گورو صفانوا پیش مسجدی که ساختگیم در اونجا ای مسجد 5 minut راه اینجا ببینید دوستان عزیز من اینجا بکشم اینه یکتون بالنیسا و مکتب و صدیق پدیق اینجا با پیتیوروچکا مگنیت همه شرایطش تنجن یگان چیزی نداره که اینجا این طرف میگذاری بوده این طرف صدیقای اینه برادرو دیم ایتاش همه شرایطش خوب خانه را با تمام صنعت شما را نشون ده خانی برادرو بیای بگیری چیتون التماس لایک کتون بگذاری ویدیو را پنگ کنی رحمت خدا السلام علیکم و رحمت الله و برکت در یوش خوب